یه عیبی میخوام بهت بگم که هر جا این عیبو نمیتونن برات پیداش کنن. خیلی ها این مشکل رو دارن. کمک‌های ماشین رو نو میکنی یا تازه تعمیر انداختی زیر ماشینت، ولی رو چالهایی که یه دفعه لاستیک میره و خالی میکنه یه تقی صدا میره، فکر میکنی کمک‌های ماشینت خرابه، ولی از کمکات نیست عزیزم. بیا جلو. ارتفاع از زیر گلگیر تا روی لاستیک برای پژو باید 10 سانت باشه. 206 8 سانت، پراید هم 8 سانت باید باشه. وقتی این ارتفاع زیاد باشه کمک جا میمونه تو فنر، یه دفعه خالی میکنه، همون تقه رو ایجاد میکنه، صدا ایجاد میکنه، همین باعث میشه به مرور زمان کمکت هم خراب باشه. بهترین کار اینه که فنر ماشین تو یک لا برش بزنی، ارتفاع یه خورده بیاد پایین، استاندارد میشه و کوبش کاملا قطع میشه. اگر توی اکسپلور ما رو داری میبینی حتما پیج مجموعه فنیگرام رو فالو کن. کلی از این کلیپ‌های خفن و ترفندهای جالب توی پیج گذاشتم.